مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم میگه که منم داشتونی رو آقای گلزار جابجا کرد. مخاطبین از رسانه پشت پرده سلام، بنده امیر فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امروز قصد داریم که راجع به فسادهای مالی در فدراسیون فوتبال ایران با شما صحبت بکنیم. برنامه 90 توری اصطلاح خودمون، حالا البته عمرم برسیم به برنامه 90 عادل فردوسی پور، ولی خب میخوایم بررسی بکنیم قرارداد ویلموتس رو، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران که اهل بلژیک بود و کلا 6 تا بازی برای تیم ملی ایران هم روی نیمکت سرمربی تیم ملی نشسته بود، که حکمشون اومد که باید فدراسیون فوتبال ایران ناقابل 6,200,000 یورو غرامت بده به سرمربی که اخراجش کرده. فدراسیون فوتبال در بیانیه وصول حکم فیفا علیه ایران در پرونده ویلموتس رو پذیرفت. فدراسیون فوتبال اعلام کرده که علیه این حکم به دادگاه داوری ورزش شکایت میکنه. بر این اساس و بر اساس پرونده‌ای که علیه ایران هستش، کشورمون به دلیل عدم پایبندی به رعایت بندی که به مربی اجازه میده در صورت 2 ماه عقب افتادن دستمزدش قراردادش رو یک طرفه فسخ کنه، به پرداخت 6,200,000 یورو محکوم شد. امروز میخوایم بپردازیم که اصلا این سرمربی چجوری انتخاب شد، چجوری رفت روی نیمکت تیم ملی نشست، کجا باش مذاکره کردن، چه بندهای قراردادی اضافه شد به قرارداد، چه بندهایی کم شد، کی مقصره، و خلاصه یه پول مفت تقریباً 218 میلیاردی رو طبق حکمی که فیفا برای فدراسیون فوتبال ایران فرستاده 30 روز فرصت دارن که این 218 میلیارد رو بدن به آقای ویلموتس، که تازه این اول ماجراست. یعنی از آخر میخوام بیم اول که ببینید که چه اتفاقاتی رقم خورده، و حتما این ویدیو رو هم به اشتراک بذارید که چه کسایی در فدراسیون فوتبال هم و در وزارت ورزش و جوانان و چه پولهای میلیاردی داره جابجا میشه. ما میبینیم که تو سیستان و بلوچستان مردم دارن تو چه وضعیتی زندگی میکنن، تو خوزستان، توی کرمانشاه، استانهای مختلف، حالا نمیخوام اسم ببرم یکی یکی، مردم توی فقر مطلقن، بعد پولهای میلیاردی ور میدارن با ران طلابی قراردادشو میبندن و میدن به سرمربی و جای مختلف هزینه میکنن. آقای نبی، راجع به قرارداد ویلموتس هم به ما بگید. این شکایتی که کرده 2 میلیون یورویی که گرفته، و البته شکایتی که میگن هولوش 6.5 میلیون یورو میدونیم برمیگرده، در واقع زمانش به زمان شما نمیخوره. این قرارداد هم وکیلایی که گرفته شده، ولی شک و شبهه‌ای که میگم حتی راجع به گرفتن این وکیل ها، اینکه از چه دفتر وکالتی این کارو انجام بدیم، که روندش چجوریه، اینا یه درصدی خودشون میگیرن. ببینید، ویلموتس وقتی که شکایتشو مطرح کرد، اون موقع بررسی که من کردم تو همین چند روز اخیر، خب یه وکیلی رو فدراسیون استخدام کرد و بعد متوجه شدن این وکیل تخصصش روی دوپینگ هست، یعنی وکالتی که میتونه بکنه تو حوزه دوپینگ و آرای دوپینگی. خسته نباشم واقعا. اما کی این قرارداد امضا کرده؟ دار و دسته‌ای که در رأس فدراسیون فوتبال هستن، امثال آقای تاج، که از کی خط میگیرن؟ از آقای سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان، که خود آقای تاج اقرار میکنه که در این قرارداد که سوتی هم زیاد داشته، 2-3 تا بند عجیب و غریب هم داشته که من میپردازم به اون بندهای قرارداد، خود آقای تاج که رئیس فدراسیون فوتبال میگه که آقای سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان مطلع بوده از این قرارداد. در وزیر ورزش ما، من این رو اشاره بکنم، آقای سلطانی فر در جریان متن دقیق این قرارداد در زمانی که تنظیم شد و رفته بودن. همین 3 ماه غرامت هم وزیر ورزش ما گذاشتن. ویلموتس صحبت کرد، گفتش که یک عبارت خوبی رو به کار نبرد، گفت کلاه گذاشتن سر من در قرارداد. یعنی گفته که شما در بلژیک باش یه قراردادی رو نهایی کردید، وقتی اومده تو ایران امضا کرده یه بندی رو بهش اضافه کرده بودید که نمیدونسته. چون قرارداد خون کلاه ما سر کسی نمیگذاریم، مثلا شأن ما نیست که سر کسی کلاه بگذاریم. خب چیه مشکلش؟ خود میگه قرارداد خوند، با کلاشم خوندن امضا کرد.
ببین این امضای مارک ویلموتسه، دنبال پوله. چه حرفا. بعد یه عده‌ای هم تو داخل کشور ما عوض از ما دفاع کنن، بگن بابا حالا این با فدراسیون جیر داری، با ما جیر داری، با کشور چه عوض از ما دفاع صفر بگن بله آقای ویلموتس باید پول بگیره. 300,000 یورو هم ما باید بهمون پس بده. علت هم داره، علتش اینه که زیادی به حسابش پرداخت کرده بودیم که برگرده دوباره ایران. این حسن نیت پس ما الان طلبکار. بله طلبکارم از ویلموتس. توجه شدید. و از اون طرف آقای سلطانی فر چجوری توی مجلس رأی اعتماد گرفت. میخوام یه مقداری برگردیم عقبا، یه ذره بعد میرسیم توی فوتبال. ریشه کجاست؟ وقتی امثال خانم پروانه سلحشوری ها میشن نماینده مجلس که خودشون سلطان شرکتن و خودشون 1000 تا لابی میکنن، بعد میان دفاع میکنن از امثال آقای سلطانی فرا، شما مشخصه که حرف علی کریمی درست در میاد. نه ببینید خود شما، چون تا روزی که شما توی این فوتبال باشه طبیعتا ما رنگ خوشی رو نمیبینیم توی این فوتبال. حالا این خانم پروانه سلحشوری دفاعیش تو مجلس که روزی که میخواستن رأی اعتماد بدن به آقای سلطانی فرا، یعنی خنده‌دارا. ببینید امروز یکی از دوستان ما به من میگفت وقتی ایشان استاندار گیلان بودند بیشترین خدمت را به آن استان نمودند و هرگز کسی مانند ایشان تکرار نشد. به من گفتند و مرا قسم دادند که حرفهای دیگرشان را نزنم، ولی چون نامشان را نیاوردم این را خدمت شما میگویم که ایشان به من گفتند من نذر کردم به خاطر خدمات ایشان به گیلان هر زیارتی که میروم 2 رکعت نماز برای ایشان بخوانم. آیا این برای شما کافی نیست؟ آیا این برای مجلس کافی نیست؟ خواهران و برادران، یعنی معلوم نیست اینجوری کافی باشه. خواهران و برادران من، آدم نمیدونه چی بگه. میگه من نیت کردم و گفتن نگیم و بگیم، یعنی وزیری که با نیت و نمیدونم آیه و قرآن و نمیدونم مشکل گشا نذر کردن و 2 رکعت نماز و این چیزا بخواد انتخاب بشه، آدم نمیدونه چی بگه. از اون طرف آقای تاج میگه که ما یه بند توی قرارداد آقای ویلموتس گذاشته بودیم که اگر فدراسیون فوتبال ایران بخواد این قراردادو کنسل بکنه یا خود ویلموتس بخواد قراردادو کنسل بکنه 3 ماه حقوقشو پرداخت بکنن. یعنی از هر طرفی بخواد کنسل بشه 3 ماه قرارداد باید بهش پرداخت بشه. و خیلی هم افتخار میکرد که قرارداد مامان امضا شده. ببینید این بند شما میگید که جزء نقاط مثبت این قرارداد این بند خسارته. من میگم نوشته 3 ماه سالری اور سرتن فی اور، یعنی یا 3 ماه قرارداد، یعنی یا 3 ماه حقوق یا مبلغ مشخص. حالا این مبلغ مشخص رو کی تعیین میکنه؟ اور سنترفی مال فقط حقوق سالری همش میشه در همون 31 روز ماه. 3 ماه حقوق درست؟ نه 31 روز 1 ماه میشه حقوق. آره که تو خسارتش 3 ماه دیگه. نه 1 ماه حقوق، یعنی این فقط میتونه این حقوق رو از ما مطالبه بکنه. تمام. ولی اگر فاکتور جدیدی، اگر مطالبات جدیدی ارائه کرد میتونه. خب این الان این استنباط شماست، تفسیر شماست. حالا استنباط نه آقا من انگلیسی رو دارم میخونم، میگم خدمت شما اور یعنی یا. میگه 3 ماه قرارداد رو شما اگر فسخ کردی اون اخراج کرد، ما اخراجش کردیم باید 3 ماه بهش بدیم. خب اگر هم اون خودش فسخ کرد باید 3 ماه بهش بدیم. این دومیش منطقیه؟ اگر خودش فسخ شد باید 3 ماه بهش ندیم. خب آقا خودش بلند شد رفت برچی نه 3 ماه اون با فسخ منطقی فسخ. اصلا شاهکار اینجا اینه که میگه اگه تو رفتی فسخ کردی با فسخ چطوری میرن میکنن وقتی که شما یه منطقی برای فسخ داشته باشید. بعد از اون طرف یکی از نماینده مجلس که پیگیر این پرونده آقای ویلموتس هم هست گفت آقا این چرت و پرتا چیه دارید میگید؟ اصلا این بند قرارداد باگ داره. اصلا آقای تاج فکر کنم زبان انگلیسی زیر خط فقره. این چرت و پرتا چیه دارید میگید؟ اینی که شما دارید میگید 3 ماه با اون چیزی که تو قرارداد هست اصلا یه چیز دیگه است. اصلا شما یه چیز دیگه امضا کردید. داخل اون پرانتز چی نوشته؟ اور a certain fee. بله.
یا ای انگلیسی دقیقاً دارم بیننده همو میبینم. or a certain fee، یعنی یا یک رقم مشخص. دقیقاً. ممنونم از بچه. هفته گذشته در برنامه شما رئیس سابق فدراسیون چی گفتن؟ گفتن این فی منظور اینه که پول قهوه سرمربی، چایی میره، هتلی میره، بلیتی میگیره، مثلا میخواد بره یه مثلا سردار رو بازیکن ما رو ببینه، آره مثلا خزینه بلیتش یا هتلش، یا مثلا میره یک جایی کافی شاپی جایی، اون کاسته. من این رو دارم در ترمینولوژی حقوق میگم، من چون خودم رشتم اینه توی حوزه بین الملل، در ترمینولوژی حقوق به اون میگن کاست، یعنی هزینه های مشخص. اونی که آقای تاج اشاره کرد که ما 3 ماه غرامت میدیم، اون نه فیه نه کاسته، اون سالری، حقوق، یعنی certain salary، یعنی حقوق مشخص. حقوق به معنی دستمزد، یعنی عدد دستمزد. پس یک سالری داریم، certain salary، certain cost، certain fee. fee یعنی رقم. or a certain fee یعنی یک رقم مشخص. رقم میتونه عددش چقدر باشه؟ خب کی تعیین میکنه این رقم رو؟ این باید بیاد تو توافق. خب آقای تاج میگه ما توافق دیگه ای نداشتیم غیر از این قرارداد. توافق الان نه، توافق به ما قبل نه، به ما بعد. بعد از این داستان به ما بعد اونجا باید رضایت حاصل بشه. حالا وکیل میگه من رو این عدد راضی نیست، من میخوام رو این عدد ببندم، میخوام 1 میلیون، 2 میلیون، کل قرارداد، یعنی ماکسیموم میخوام. ماکسیموم. تازه ممکنه یه چیزای دیگه هم این وسط بخواد. ادعاهای دیگه‌ای که الان مطرح کردن از اینکه شما مثلا این بدقولی ها یا بدعهدی هایی که دادین، اون ریت مربی هم تازه انداختین، از بین بردین، یا میره تو همون بحث دمیج رپیوتیشن. بله، به قول خودشون یه جاست کاز اضافه بکنه. یعنی اون جاست کازی که در واقع اضافه میشه بر این، اون خیلی مهمه. جاست کاز در واقع به این معنی است که شما اومدین اون کردیت سرمربی رو هم تازه آسیب دیدین. یعنی مربی که اصولا کردیتش میانه بوده، شما اومدین با یه نرخ بالای کردیت این رو بردین بالا، مثل افزایش سرمایه دادین. این افزایش سرمایه رو بردین بالا، حالا زدین زمین. یه عددی هم برای این میخواد. یه عددی هم بابت این خسارت معنوی، این عدد ضربه معنوی که این رو در واقع افزایش سرمایه دادین، مربی 600,000 یورویی رو بردین رو 2,250,000 یورو. وقتی این عدد رو در واقع اومدین چیزی قریب 4 برابرش کردین، حالا اومدین این فال شده و افتاده پایین، رو این در واقع حرکتی که رفته بالا و اومده پایین یه خسارت معنوی خورده. بله، یعنی واقعا دیدید دیگه، میگن چیزی از گوشگیری تشخیص نمیده. این موضوع فدراسیون فوتبال، همین فوتبال دست کیا افتاده که از اون طرف آقای واعظ آشتیانی میاد میگه آقای تاج طبق مسئولیت مدنی که داره به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال باید این پول رو ایشون پرداخت بکنه، چون ایشون قرارداد بسته با آقای ویلموتس و الان فیفا هم گفته که 30 روز بعد این 218 میلیارد تومان یا 6 میلیون 200,000 یورو رو پرداخت بکنه که دستمزد خود آقای ویلموتس و همکاراش هستش. این وقتی اشاره کردم به قانون مسئولیت مدنی، اتفاقا گفتم این نکته رو بگم. آقای تاج وقتی در تلویزیون گفت این بهترین قرارداد ما بوده، به استناد قانون مسئولیت مدنی اگر ما محکوم بشیم باید شما هزینه‌اشو بدن. داستان این از چه قرار هستش؟ داستان از این قرار هستش که این یه سری مسئول با رانت و لابی و نمیدونم نیت و نمیدونم مشکل گشا و چیزهای مختلف میان میشن مدیر، مسئول و فقط خرج کردن بلدن. یه پول مفتی میاد دستشون، میگن ما می‌دونیم خرج بکنیم، پس فردا ما میذارن کنار. از اون لابیا و رانتایی که با این قرارداد پول به دستمون اومده، زندگیمون رو تا آخر عمرمون بستیم، کسی هم نمیاد یقمون رو بگیره آقا چرا این قرارداد میلیونی رو بستی، چرا این قرارداد میلیاردی رو بستی. برای اینکه از بالا تا پایین هم رفیق خودمونن، کسی هم نمیاد یقمون رو بگیره و فقط خرج کردن بلدن. که از اون طرف خبر میرسه روزی که میخواستم برام با آقای ویلموتس توافق بکنم برای قراردادش، دلال بوده تو جلسه
این دلاله نشسته گفته که خب این کارو بکنیم اون کارو بکنیم. اینو من نمیام. خود کسایی که توی سیستم فوتبال ایران، آقای مصطفوی و سایر افرادی که توی سیستم هستن اینو گفتن. از این چند ماه چه مربیایی ما داشتیم در سطح جهان و اینها گذاشتن و رفتن. به اسمایی نگاه کنین. حالا چرا رفتن؟ اسمایی مثل استراماچونی، کالدرون، برانکو ویلموس. حالا ویلموس دربارش این صحبت میکنیم، اون سه تا چرا رفتن؟ من دقیقاً یادمه وقتی آقای ویلموس تو ترکیه داشت با اعضای فدراسیون و خزاندار فدراسیون، یه نفر به من گفت میدونین چون واقعا ما خودمون از جامعه فوتبال جدا نمیدونیم، میگن به ما این آقا، من از شما سوال میکنم، شما فدراسیون سوال کنین، این آقای دلال که موقت ورزشی یکی از باشگاه بزرگم داشته تو اون جلسه چی کار میکرده؟ چون آقای ویلموس کارش تموم شده بود که 2 جلسه 2 ماه از ما پول بگیره خسارت و بره. این آقا با آقای ویلموس کاری کرد که امروز ویلموس از جلسه پا میشه میرون، چون میرن میشینن قبلا صحبتاشونو میکنن، اگه اینقدر گرفتی اینقدر به ما بده. من میخوام شما از فدراسیون فوتبال، از همینجا من از آقای تاج سوال میکنم، این آقا تو اون جلسه چیکار میکرده وقتی خزانه شما نماینده فدراسیون برای رفتن قرارداد به ویلموس، باز کردن حساب ویلموس تو کشور ترکیه قرار، این آقا اونجا چیکار کنه؟ امثال این آقا تو این مملکت الحمدلله خیلی زیاد هستن. امروز تمام پول فوتبال، اگه نگم 90% اشتباه، تمام پول فوتبال از مربی، بازیکن، مدیر عامل، هر چی که شما بگین تو جیب دلال هاست. دلال ها انقدر قدرت دارن که میتونن رئیس فدراسیون رو عوض کنن. کم کم این گند قضیه نمیدونم بند قرارداد و دلال و این چیزا که بالا اومد، سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضاییه به قضیه پرونده ویلموتس ورود کردن. ببین چقدر قضیه عجیب و غریب شده. مورد پرونده سرمربی سابق تیم ملی هم قوه قضاییه ورود پیدا کرده. ابتداعا سازمان بازرسی کل کشور و اشکالات متعددی رو بر این قرارداد یافتند، چه از نظر شکلی که بدون نظر کمیته فنی این انتخاب انجام شده، چه از نظر مبلغ قرارداد، نحوه پرداخت و اینکه در مجموع برای حدود 63 روز حضور سرمربی سابق در ایران فدراسیون فوتبال متحمل هزینه سنگینی شده. موضوع دقیقاً بررسی شده و اشکالات و ایرادات کار احصاء شده و در فرایند رسیدگی قرار داره. قطعاً نسبت به این موضوع تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. حالا چرا دستگاه قضا و قوه قضاییه نسبت به این قضیه حساس شدن و ورود کردن؟ به خاطر این رقم‌های عجیب و غریب قراردادهای ویلموتس هستش. 63 روز سرمربی تیم ملی بوده که 218 میلیارد تومان معادل 6 میلیون و 300 هزار یورو، حالا خورده کاراشو نگیم، باید پرداخت بکنن با آقای ویلموتس. 6 تا بازی انجام داده که 2 تاش دوستانه بوده. 4 تا بازی مقدماتی جام جهانی انجام داده، مقابل هنگ کنگ و کامبوج برده، مقابل بحرین و عراق باخت. یعنی هر بازی 54 میلیارد تومان. حالا بخوایم خورده‌شو رو در نظر بگیریم. از اون طرف اون بند قرارداد عجیب و غریب بود که اون نماینده مجلس اومد گفت این کلمه فی و اینا رو کلا نفهمیدن داستانش از چه قرار بوده. وکیل پرونده میگه که ما اصلا نمیدونیم این قرارداد چی بوده، کی بوده، کجا بوده، ما اصلا نفهمیدیم. یه قرارداد امضا کردن رفته. یعنی شما توجه بکنید وکیل ایران که میخواد بره تو دادگاه راجع به این پرونده دفاع بکنه نمیدونه این قرارداد کی نوشته. این کی نوشته دقیقاً؟ شما الان باید بدونید یه وکیل پرونده ما میشه ندونه کی نوشته، چون باید اولین نفر با اون صحبت کنه. من در فدراسیون فوتبال روزهای اول به همراه تیمی که مشغول بودیم در پی این بودیم که قرارداد رو کی نوشته واقعا. یعنی از واحد بین الملل پرسیدیم، از جناب دکتر براتی پرسیدیم، از جناب فغانپور پرسیدیم. ظاهراً این قرارداد یک درفتی بوده از قراردادی که کیروش نوشته شده و در واقع چکیده اون قرارداد بوده با تجاربی که فدراسیون در ادوار گذشته داشته، مشکلاتی که با کارلوس کیروش داشته اونها رو حذف کرده و این قرارداد رو با آقای ویلموتس. پرانتزه چی؟ اون معلوم نیست آقای میثاقی. یعنی رو پرانتز مگه شکایت نکردن؟ نه، منظورم اینه که معلوم نیست. نمیدونم از کجا اومده اون واقعا. یه ذره عجیب نیست؟ خیلی عجیب. یعنی قراردادی که مال زمان آقای کیروش بوده گفتن حالا یه مقداری چکش کاریش میکنیم و میاریم بدیم
با آقای ویلموتس امضا بکنیم. بریم یه مقایسه بکنیم قرارداد آقای ویلموتس و آقای کیروش رو. اصلا چی شد کیروش رفت ویلموتس اومد؟ من نمیدونم چرا ناخودآگاه یاد صحبت‌ها و بغض‌های آقای خیابانی میافتم که اونجوری کیروش رو روی آنتن زنده تلویزیون به تمسخر گرفت، بغض کرد، ولی راجع به آقای ویلموتس الان هیچ صحبتی نمیکنه. بشنوید. چقدر بی‌توجهی به این مردم. آقای کیروش که شما میگید که این مردم نان ندارن که بخورن و سر سفرهشون نون نیست، چرا بهشون انقدر بی احترامی میکنید؟ چرا انقدر بهشون اهانت میکنید؟ واقعا بس نیست؟ ما یه بار از همین تریبون گفتیم که لطفاً بس کنید این اتفاقات رو. شما مربی تیم ملی فوتبال ما هستید، شما رئیس ما نیستید، شما همه کار این کشور نیستید، به خدا شما کارمند این مردمید. این مردم دارن مالیات میدن، حقوق کم میگیرن، بله درسته شاید با سختی زندگی میکنن، اما با همین سختی زندگی کردنشون با شرف زندگی میکنن. این مردم شرافت و آزادی داشتن، این مردم مردان بزرگی رو داشتن، این مردم 8 سال در مقابل تمام قدرت‌های دنیا وایستادن، خم ابرو نیاوردن. شما چی میگی آقای کیروش؟ اصلا واقعا حرف حساب چی؟ قربونت برم من. شما مگه مربی تیم ملی فوتبال نیستی؟ چرا به فن تیمت، چرا به فن تاکتیکی و تکنیکی تیمت نمیرسی؟ واقعا من نمیدونم واقعا چجوری باید من طرح بکنم این موضوع رو. که ببینید مردم ما آقای کیروش عزیز، دوستتون داریم، به خدا باور کنید من تو مقام قضاوت الان نیستم، واقعا نیستم. من فقط تو مقام روایت هستم، راوی درد دل مردمی هستم که شب و روز دارم باهاشون حرف میزنم. این مردم بله شاید دونه شب دارن شما میگی ندارن، من میگم باشه به قول شما ندارن، اما همونی رو که دارن رو با همسایه‌شون قسمت میکنن. شما چه کردید آقا؟ خبر دارم که و میدونم که $900,000 فقط به خاطر این 6 ماه پول نقد گرفتید. درست آقای کیروش؟ نوش جونتون، حقتونه، بگیرید. میدونم که برای هر بازی اگر پیروز بشید $6,000 اضافه میگیرید. یمن رو بردید $6,000، ویتنام بردید این $12,000. میدونم که برای سعود چیزی حدود $7,000 اونجا میگیرید. چرا من یه صندوق خیری را میندازیم، شما کمک کنید به مردمی که گرسنه‌اند و سر سفرهشون نون ندارن بخورن. لطفاً این کمک رو به مردم بکنید. اگه فکر میکنید که مردم ایران گرسنه‌اند، نه آقا، مردم ایران شرف دارن آقای کیروش. مردم ایران با وجودشون زندگی کردن. مردم ایران من این خاک جونشون رو دادن. قربونت برم من. تو چه مقامی هستی که داری اینجوری مردم من اهانت میکنی تو؟ یه نفر بلند شه آقای تاج، رئیس محترم فدراسیون فوتبال، چرا برخورد نمی‌کنی با؟ بله، ته این ماجرا این هستش که ما باید پول آقای ویلموتس رو بدیم، ندیم کلا نمیذارن تو جام جهانی جای مختلف شرکت بکنیم. دست در واقع همسر آقای ویلموتس که وکیلش هم هست باز گذاشته و این آقایون هم هر چی هم اصرار ما کردیم توجه نکردن. هر کسی این حرفو زد متهم شد. من آقای مالکان، آقای تاج تو نامه به دادگاه فرهنگ و رسانه، همین آقای قاسم زاده که الان گرفتاره با آقای تبری گرفتنش، ما رو به عنوان معاند و دشمن نظام جمهوری اسلامی ایران معرفی کرده. جالبه بعد 65 سال سن، این همه سابقه و این همه تجربه مدیریت و کار، حالا من آقای مالکان معاند و دشمن جمهوری اسلامی معرفی میشیم. همین آدم وقتی ما تبرئه شدیم ما شکایت کردیم از ایشون، همین آقای قاضی زاده آقای به اصطلاح حالا اصلا دنبال اسامی نیستیم، دنبال این امید ما فقط اینه که اولا یک، تمام این افرادی که زینف هستن تو قرارداد، هر کسی که امضا قرارداد فیما بین من و آقای ویلموتس، من مسئول فدراسیون فوتبال، وقتی اعضای هیئت رئیسه همشون اومدن امضا کردن، مثل اون دعواهای قدیمی محل چیزا قبیله‌ای که یه نفر می‌ذارن می‌کشتن، همین میدن یه دونه چوب هم می‌زنن که بگن ما متهمیم که کسی اعدام نکنن، همشون امضا کردن پایین قرارداد هستن، همشون باید ممنوع خروج بشن، همشون باید توقیف اموال بشن تا جواب داده بشه. یک قرون از این پول نباید از جیب بیت المال و جیب مردم بره. تو این زمینه به نظر من راهکار داره. راهکارش اینه که همه اعضای فدراسیون فوتبالو از همین امروز مرخصشون کنن، همه رو بگن شما برید کنار، ولی باید پاسخ کنید. یه گروه جدید مثل دوستان آقای دادکان، آقای صفای فرانی، آقای دکتر خبیری و امثال اینا رو بذارن که مدیریت کنن تا این مشکل هم اساسنامه حل بشه، هم مشکلات که برای ویلموتس. بعد جالبه که گفتن آقای ویلموتس به قصد کندن پول اومده ایران و بعد از هر بازی که تیم ملی میباخته مقابل بحرین و عراق تو هواپیما فیلم طنز و کمدی نگاه میکرده آقای ویلموتس، اصلا به یه ورش هم نبوده تیم باخته. این دقیقاً مشخص هست. قراردادی که شما می‌بینید یک سرمربی میاد یه مدت کوتاهی و بعد
با چنین تیم قوی و حقوقی میاد، این یک نوعی معلوم سوء نیت وجود داشته. یعنی اینکه این سرمربی اصولاً برای کار کردن در ایران نیومده کار بکنه، یعنی برای اینکه واقعا بماند در ایران برای مدت چند سال نبوده. یه جوری بسته که سری بیاد شکایت کنه. یعنی واقعا به قصد کندن پول از کشور ما بوده و ضمن اینکه اصلا تعصبی هم نداشته. خود بازیکن‌های تیم ملی عنوان می‌کردن این بازی که در اردن بود با عراق، زمانی که برمیگشتن در تیم میگفتن که ایشون از باخت اصلا ناراحت نبوده، حتی در داخل هواپیما فیلم‌های کمدی میدید و خیلی خوشحال و عین خیالش نبوده و شکل قرارداد یه جوری بسته بوده که بره. تعصب رو نداشته، یعنی به قصد این نبوده که دل بسوزونه برای فوتبال کشور، تمرین بده، آموزش بده، انتقال تجربه بکنه، درست کوچ بکنه و در واقع اومده بوده از این منبع مالی با توجه به اون فرمت قرارداد و اون عباراتی که گنجونده بوده کاملا مشخص هست که خیالش راحت بوده هر آن اراده بکنه میتونه بره و کل مبلغ قرارداد رو ببره و کسی که کمتر از حالا 30-40 روز هم بیشتر نبوده و میزان اقامتش هم کمتر از این بوده و حتی در زمان شرایط انعقاد قراردادش حاضر نشد به ایران بیاد و رئیس فدراسیون ما رفت که خب یه ساعت کمی هم در سفارت ما در بروکسل بود و بعد رفتن در هتل و مذاکرات اصلیشون در جاهای دیگری شکل گرفت. معلوم هست نیت کار فوتبالی نبوده و اینکه به هر حال ما با چنین شرایطی در واقع روبرویم، این باید یه آینه عبرت باشه که چه در آینده بدانیم که افرادی باشن که دلسوز فوتبال کشور ما. آقای طاهری بله، یعنی شما ببین چه آش عجیب و غریب و چه فساد عجیب و غریبی تو فدراسیون فوتبال ایران رو گرفته که هیچ کسی هم پاسخگو نیست، هیچ کسی هم گردن نمیگیره این قرارداد رو. هر کسی هم مثلا یه پورسانتی گرفته این وسطا و سکوت کرده، دهنشو بسته. این پول هم از بیت المال میره، هیچ کی هم جواب نخواهد. مثلا شما پیش بینیتون فقط بگید ما میبریم اینو یا میبازیم. شما مگه نمیگید این قرارداد خیلی فوق العاده است؟ آره فوق قرارداد خوبه. هنوزم میگید خوبه؟ بله. با اورسرتن فی؟ بله قرارداد خوبه. دست برنده این قرارداده که این به نظر من چیز خیلی خوبیه. چه ایده کی بوده آقای طاهری؟ حالا ایده هر چی بوده باشه. وزارت ورزش بوده؟ وزارت ورزش اصلا ایده من بوده. جیر داره 3 ماه. نه میخوام بدونم شما گذاشتین 3 ماهو؟ 3 ماه بده یا پرانتزش مهمه. بند مهمه کامل. چه جیر نداره. پرانتز مهم نیست؟ من نمیگم، من وکیلی که بوده میگه که تفسیر ما اینه. تفسیر سمت ما اینه، پس شما میگی ما برنده میشیم توی این دعوا؟ ما نمیگیم، ما وکیل نیستم من هر وقت وکیل پیش بینیتون چیه؟ خب بالاخره قرارداد شما بسته، شما مسئولیت این قرارداد به عهده میگیرید؟ بس من الان وکیلی که گرفتم این وکیل بوده، حالا وکیل عوض شده، گفتن که این وکیلم میگه من فکر میکنم برنده. خب نه قرارداده که شما در صورت مرسی که تا این لحظه با رسانه پشت پرده همراه بودید. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید و به اشتراک بذارید برای دوستانتون که بفهمن پشت پرده این اتفاقات چی هستش. ممنون از شما.